دوستان سلام. آقا امروز اومدیم با ویدیوی جدید. امروز قرار دانیال دهنش سرویس شه. چجوری؟ قرار امروز کل روز دانیال رو ما کنترل کنیم، از صبح تا شب، چیزی که میخوره، جایی که میره، هر کاری که میکنه. خلاصه ای که دانیال هم الان پیش ما نیست. دانیال تهرانه و ما اهوازی. قراره با ویدیو کال باهاش ارتباط برقرار کنیم، هر کاری که بهش میدیم از الان تا شب انجام بده. سلام سوسکی. آی نساج تبریک گامه. بدبخت هستی. اینجا رو نگاه کن. اینجا رو نگاه کن. از این به این قراره بشی. من رفاقت دار زدم ممنوعه. دانیال میخوام اینو بگم چیز نه ببین امروز دهنت سرویسه. امروز زندگی دست ما، سرنوشت امروز دست ما. هر چی بهت بگیم باید انجام بدیم. بله. این رفاقت داره بو میگیره کم کم. آقا چالش اول بهش بدیم. دعوتو خوردی؟ حاجی خروج از ویدیو میخوام یه چیزی بهت پیشنهاد بدم. اولین درآمد دلاریت برو دماغت عمل کن. نه داداش بزرگ منم. حاجی یک کمر بفرستش مدرسه مستقل شده. آقا بریم سر چالش، بریم سراغ چالش. آقا شما میری الان کافه میگی آقا من یه اسپرسو دوبل میخوام. وقتی که گرفتیش میری سوپرمارکت یه سس کچاپ میگیری، این کوچیکا. قهوه سس کچاپ. قهوه رو بریز تو سس بخور. سس رو بریز تو قهوه بخور دیگه. چالش بعدی برای نهار میری رستوران، قبل اینکه ورود کنی به رستوران یه نون باگت میخری، میری داخل غذای ملی، غذای ایرانی‌ها رو سفارش میدی، قرمه سبزی. داخل رستوران میریزیش داخل نون باگت و نوش جان میکنی، میل میکنی. عزیزم من میگم اونجا هم یه سس مایونز با خودت ببر. یه سس مایونز برای که راحت بره پایین ببر. خیلی با قرمه سبزی با سس مایونز بی‌نظیره، بی‌نظیر. آقا شما تونه ماهی میگیری، یه ساندویچ هم میگیری، میری اونجا پیش فسادیه میگی اینو برام ترکیبش که با بندری. آقا دنیا ببین نمیخوام زیاد بهت سخت بگیرم، ماسک میزنی کسی هم نشناسه. به هر حال شما بسیار شناخته شدی. میری داخل یک مترو شلوغ، کاسه گدایی میذاری جلو خودت. همین هیچی گدایی میکنی برای پول توشه. ولی با کلاس باشه. ولی باید یه تیپ با کلاس تیپ خفن لاکچری بزنی. ها. آقا سلام، به نظرتون من خرم؟ چرا میخندی؟ نه بگیر تو. آقا با چه کسایی اومدیم یوتیوب بگیریم؟ البته امروز یه نفر رو واسهتون دارم. قرار من عذاب ببینم داخل این ویدیو دیگه، ولی خودش نمیدونم. من قراره این مجازات ها رو برابر کنم بدم بهش، یعنی هم مجازات رو خودم انجام میدم ولی دو برابر میکنم میدم بهش. لازم آقا امروز اومدم براتون یه سری مجازات انجام بدم که بچه‌ها داخل اهواز ویدیوشی گرفتن. دیدی اون مجازات ها رو میخوام چیکار کنم؟ دو برابرش کنم دانیال انجام بده. من انجام بدم؟ بله. یعنی اگر من قراره مثلا قهوه بخورم توی سس مایونز بریزم و بخورم، دانیال یه دوبل سفارش میده و کل سس مایونز میریزه داخلش و میخوره. مجازاتش دو برابر میشه به خاطر جذابیت ویدیو. نه یه لحظه وایسا داداش. آقا این آقا به من گفت من میخوام یوتیوبر بشم. آقا یوتیوب همینه سخته. نگاه من الان مانیتایز شدم در مورد دلار مانیتایز بشم. بره سس مایونز با قهوه. خب چی بحث من؟ اسپرسو با سس. اسپرسو قسمت قهوه کامرشیال چیه؟ نه اسپرسو بال کامرشیال. یه تکی کامرشیال بریم ازش بپرسیم. میتونی بری ازش بپرسیم؟ نمیتونم اسمشو بگم. کامرشیال تکرار. کامرشیال سخته. کامرشیال فکر کنم همون تکی خودمون. آجی چه کار این تکنولوژی من آجی زده. تمامی آیتم ها با بار گرم با شیر گیاهی سرو میشود. با سس واقعا نمیشه. نه اصلا تو تا حالا شنیدی شیر گیاهی؟ شیر گیاهی چی؟ تو هر واقعا ما باید بریم بپرسیم آیتم ها رو. به نظر من حاجی میدونی کامرشیال چیه؟ رستشه احمق. الان چقدر شد هزینه؟ 276,000 تومان. داشت وقتی درآمد دلاری باشه اصلا اینو برات مهم نیست. داشت فدا سر بیا 279 تومان. حاجی اینو بعد بخور. 6 تومن. خیلی ممنون، میل ندارم.
بخورش. اصلا طعم اسپرسو رو شما حس می‌کنی دیدی؟ دانشیار واسه سنت. آها اینا چقدر کیوت. یاد چیز افتادم شرک. بود عروسه که ما اسکوید گیمر. ما جای با کلاسیم. این فکر کنم کامشه، اینم شریالشه. بخور یک کم حالا دیگه نداری. آقا متی میخوری شما اینا؟ بله من میخورم. نه باید بگی نه داداش من حسابش 92,000 تومان. داداش وقتی درآمد دلاری باشه اصلا اینو برات مهم نیست داش فدا سر. نه اینو میخوام معده پشت گیرز نخور. اینو بازش کن. آقا ما قرار بود مجازات رو 2 برابر کنیم بدیم آقا دانیال. برای خودت هم داری. خب من آقا نیستم احمد. Hayat şaşırtır hep zaten ben gittim. یه تیکه میندازم یه چوسه داخل چیز خودم شما گفتی بود چوسه خدا داشت قراره تو 23 چوسه از این از اجازه دارم خب اینو بده من. احمق یه لحظه وایسا بخور خیلی بیشوری آقا سلامتی جمع وایس محمد تعریف شد. حاجی هم قهوهش گوهه هم اسپیشیال پروتتیکسش چه حسی داری؟ زشته حتی خوشگل نیست بخور. نه اصلا بعد اصلا هم قهوهش آشغاله هم چیزش مایونزش ولی خوب بود به نظر من خب من راضیم بخور. نه تو بخور کامل باید بخوری جز مجازات رو داد نزن چرا مردم اون دوتا خانم خوشگل اگه مثلا میگن تو قهرمان اینو باید بخوری مثلا تا ما بیان آخای تو سر حولت برادر حول بریم برای آیتم بعد آیتم برای خود دوست داره خودت. آیتم بعد میخوام ببرم یه جای با کلاس خفن خیلی با کلاس خیلی لاکچری آقا دانیال بهت گفتم میخوام بیارم یه جای لاکچری البته ناگفته نماند میدونی جالبش چیه بچهای اهواز میخواستم منو مجازات کنن ولی این که من دارم تو رو مجازات میکنم داره بهم عشق میده لذت میده از حتی وجودم دارم لذت میبرم ولی تو به این فکر کن من با این تجربه یه اپتیما رو میخرم اپتیما میخوام با اپتیما بیارم مجازات من چی میکنم؟ خب تو هم دیگه میشی صندلی شاگرد دیگه اشغال میکنی با هم دیگه آقا مجازات میدونی چیه مجازاتی که بچه‌ها گفتن میخوایم قرمه سبزی بریم یه جای لاکچری سفارش بدیم بریزیم داخل نون باگت و سس و مایونز بریزیم داخل بیا اینجا یه لحظه تو نگاه اینو بگی رستوران. دستت اینو بگی دستت حالا بکنش آقا یه جایی آوردمت عشق و حال صفا و صمیمیت آقا من خرج میکنم برای ویدیو من آدم با خرجیم 265,000 تومن پول دادم که یه آقا بخوره تو تا حالا آقا تا این چیزا بهت داده؟ سرداد در سکوتی شرفمونه مفت تو صورت البته با شما ویورا نیستم اما دورتون بگردم با چیا؟ با اینو چرا باز فقط خب باید با نون باگت بخوری دیگه دورت بگردم بابا من برات لقمه تو میگیرم نگاه خودش چقدر خوشگل و باکلاس. دست نکن توش لاشی. درست صحبت این حرفا توهین‌آمیز خب بذار حداقل خودم دست کنم. یه لحظه اجازه بده اینم با دندونای خوشگلت باز کن دورت بگردم خوشمزه است نه واقعا دلت میاد بخور ببین چه مزه‌ای میده. مزه عالی میده به نظر من گوشت برای من نذاشتی. گوشت خوردیش؟ کی نه بردی؟ اینا. خب تو سگ من اینجا با کلاس احمد چه کسافت با بس دیگه. مزه ان میده مزه ان میده واقعا چالش بعدی که خاک تو سر من که این شغل رو شروع کردم نمیدونم چم بود نونم نبود آبم نبود حاجی نگاه من دم مترو وای میستم اینو میگیرم دستم میگم فقیرم علیلم کمکم کنید این آقا میگه بغلم کن یا پول بده اشکم به دختر باشه. وای میسی من یه جا میشینم تو سر پا وای میسی میگیری بالا جلو مردم بعد بگیری بالا جلو مردم فلش هم میزنم. فلش هم بزن میریم الان داخل مترو گدایی بدبختی گدا خودتی. بیپولی
بیشو آقا داریم خداحافظ. اصلا چرا این همه ویدیو چرا موبایل چیزی الان مثلا چه چالش فقیرم علیلم کمکم نوشته یا بعدم باید واقعا شرف ما که دم مترو رفت آخرین مجاز حاجی ولی عشق کردی بغلت کرد خدا آره حس خیلی خوبی بود. منم واقعا خیلی دوست داشتم بغلم پیدا کرد کردم ما بریم واسه چالش آخرم بعد بندری با تون ماهی بخوریم. یعنی امروز هر بلایی بود من خداوکی فکر می‌کردم برای خودم آسونه ولی خیلی خجالت کشیدم. دیگه اینو انجام نمیدم. نه منم خودم انجام نمیدم دیگه ولی خب دیگه چیکار کنم دوستتون دارم دورتون میگم من اصلا دختره چنم آقا سوال من آقا ما بریم بندری بگیریم و تون ماهی بزنیم بخوریم دیگه فقط این ویدیو تموم شه. واقعا دل و رودم داره به هم میخوره. هی آقا دانیال زندگی سخته جدی دارم میگم فقیر بودن سخته تو مترو کار کردن سخته واقعا. میخوام برای سفره بشینم سفره رنگی اجازه بده ما پول نداریم سفره یک بار مصرف ببا یه بندری برات زدم مشتی. آقا من واقعا دوست دارم این ترکیب رو تست کنم ترکیب تون ماهی با بندری که بچه ها چالشش به ما دادن همش هزینه داشت وقتی درآمد دلاری باشه اصلا اینو برات مهم نیست داشت فدا سرت گوشتش صورتی ها قشنگ معلوم یه ماهی 30 ساله اجازه بیشتر بهم بده. یه لحظه اجازه بده خودت می‌خوای حالت بد شه اینو میذاری خب تون ماهی و این چیه داخلش بندریه بگی لیمو برات بچلون؟ آره ولی این سس نزنی ها. چرا سس انبه برات بابا سس عمه من با فلافلم نمیخورم. نه احمق سس انبه باید بخوری. نمیخوام سس عمه بخورم. واقعا چه طعمه؟ ناموسن چه طعمه؟ چی؟ طعم گی میدهد درسته؟ آره نه جدی چه طعمه؟ جدی تونگیده هم بخورم. ها طعم گی میده. نه جدی خوشمزه است یا بدمزه است؟ طعم گی میده جان نمیفهم. خب بخور الان ببینم چه جوریه ما دیگه. نگاه اینو باز می‌کنی لاشو باز می‌کنی. خب دوست داشته من گفتم شاید کمته. مزه چی میده؟ ولی مزه بدی نداره ولی مزه‌ای هم نداره. آقا خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو ما رو دنبال کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک ساب سیو هر کاری که ویدیو انجام بدید واسه اینکه ویدیو پخش بشه. دوستتون آقا یه لحظه بذار با مخاطبان دارم خداحافظی می‌کنم. آقا دوستتون دارم خیلی زیاد به چشماتون هم خیلی میاد. خداحافظ تا ویدیو بعدی خداحافظ. ویو براتو خب بیا پیش ما وایسا. نوشتم فقیرم علیلم کمکم. این هم نوشته یا بغلم کن یا پول بده.